چیزهایی در مورد لیونل مسی که هیچ وقت نمیدونست. سال 2021 زمانی که توی یک هتلی بود که شبیه $18000 هزینه اقامتش بود، یعنی بیشتر از 1.5 میلیارد تومان، هدف دزدی قرار بود. و گروهی از خرابکارا وارد اتاقش میشن و تمام جواهرات و پول نقد اون رو میدزدن. مسی روزی 3 ساعت گیم میزنه، بعد از تمرین‌ها بلافاصله سراغ پلی استیشن میره و ساعت‌ها خودش رو با فیفا مشغول میکنه. اعتیاد مسی باعث شد که اون یه میلیونر بشه. مسی به قدری به نوشابه معتاد شده بود که مربیاش اون رو از حضور در تمرین بارسلونا محروم می‌کردن. اما پپسی متوجه این اعتیاد مسی شد و میلیون‌ها دلار به اون پرداخت کرد تا صورتش رو روی بوتیا بذاره. اما بازم فکت بعدی عجیب‌تره. فکت بعدی در مورد همسر لیونل مسی. همه فکر می‌کنن مسی با یه سوپر مدل ازدواج کرده که امروز همه فوتبالیست‌ها دارن همین کارو می‌کنن. اما مسی وقتی فقط 5 سال بیشتر نداشت تو آرژانتین با همسرش آشنا شد. مسی به قدر خجالتی بود که رونالدینیو مجبور بود اون رو راهنمایی کنه. رونالدینیو حتی با دادن شماره 10 به مسی و پاس گل دادن به اون کمک کرد تا مسی تبدیل به اسطوره بشه. اگه طرفدار مسی هستی به افتخار رونالدینیو لایک بزن و به افتخار مسی چنل فوتبال شو رو سابسکرایب کن.